ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4، گفتاری 97. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، دربه جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. زن می بیند که زاری چین بر جبین در کناری بساط شوهر نشسته، مخلی خلل رسانی آرایش و مانع فرمایشی او می شود و در امر معاشی کارهای روزگاری خانه مشارکت شریکی می جوید و حالان که خود او مدعی استقلال بود. پس از این وجه گردی ملال بر ناصیه پیشانش بنشیند. چون مرد به خانه در آید، آثار غم و کدورت بر جبهه کدبانو زنش مشاهده کند، به واسطه حبی محبتی زناشویی تفتیشی صورتی حال کند. بعد از چندین قهر و ناز از طرفی زن، بلابه و نیاز تحقیق کند که این گردی بلا انگیخته محبت بدتر از عداوت مادر است. از جهت حرمت مادری التجا به مادر برد که تو در امری سرانجام خانه کلفت مبر و به یک جا بنشین و آسوده باش و به طاعت و عبادت شغل گیر و شکر به جا آر که یک فرزند دو کردی. اکنون وظیفه به یک جا نشستن است و عبادت و دعا کردن و مهام خانه، کارهای خانه به کدبانو عروس گذار و خود را رنج مدار. این تلقینی مرد از تعظیم و تواضع مادر است. چی؟ زیرا اکثر ازدواجی مرد خانداری به سعی و تردد مادر به وقوع می انجامد. میدان عمل آرزوی مادر تا آنجا وسعت دارد که چون فرزند از اوست، زنی او نیز از او و خادمی او. اگر خواهد این خادم را پیش فرزند می فرستد و اگر نه، نی. و اگر خواهد این نان به او می دهد و الا نه. گمان فرزند این است که این محبت که مادر به من دارد و مرا به تزویج زنداری آورده، البته این محبت را در حق زنی من هم دارد برای خاطری من. از این جهت از راه شفقت صلاح حال مادر را تلقین می کند. مادر از این سخن گمان می برد که زن پسری او را از راه برده برآورده است. شعف غوغا می بردارد که من تو را به این امید بزرگ کردم که به گفتی زن درایی و مرا از کاسه و نواله طعام من فرمایی و زیر دستی زن بکنی و به دست نان دهی. و در هر کوی و منزل مادران بر سری خانی دسترخوان فرزندان صاحب اختیارند و زنان و خادمان ایشان چاکران و مطیعان. مردی بیچاره متحیر حیران گردد که این غوغا از کجا افتاده و گوید شاید راه این باشد و قاعده همین. پیش زن رود
و به نصایح دلفریب او را از راه شفقت و محبت تلقین کند که تو از این وجه غمگین مباش و خدا شکر آر که مادرم به سرانجامی مهام خانه از پخت و ساخت متکفل متصدی باشد. تو آسوده بنشینی و به زیب و زینت خود بپردازی و آب و طعام نزد تو تیار آید و تو از همه تشویشی نشست و برخاست فارغ باشی. زن که حالی این غوغا شنیده بود و کینه زال مادر شوی به دل گرفته، اگر لییمه پستینت بود شور و نزاع بنیاد نهد و گوید من با مادرت ننشینم و او را از من جدا کن، چون از مادر خود می ترسیدی چرا زن کردی؟ در خاندان مردان خدمت زنان را جواری و خدمه کنیزان و خادمان کنند، نه زالانی ظلمه. و اگر کریمه عالی طبیعت بود، با اینکه مخالف مدعای اوست، از جهت حبی محبت شوهر مرتان یک بار دل از تصرف تام صاحب اختیاری بردارد و نیز می داند که اگر این صورت متحقق گردد به عمل آید، آرامیش و آسایش او در آن باشد. به فراغ بال خاطر جمعانه در صحنه خانه بیاساید و زمام مهمات اختیاری کارها به دست مادر شو گذارد و به کینه پوشیده بینم چکار می کند گویان به هیچ کاری خانه دست نزند. مادر که از فرط غایت نادانی خود بلا بر سری خود خواسته بود، امروز یا در روزی دیگر نهایت تا 30 روز تهیه پز و ساز و کاری بیرون و درون خانه فرزند می کند. در روز اول یا دوم و البته در سوم نزد هر طعام که پیش زن و پسر نهد می نالد و می گوید که من پیر شدم و از کار مانده و در اموری کارهای سرانجام خانه کسی به حال من نمی پردازد و نگاه نمی کند و همه به حضور خواب می کنند و من از پگاه تا بیگاه می تپم. این سخن که می گوید مشارون الیه جای اشارت زنی پسر باشد، زیرا در خانه غیر او کسی نیکی به حضور بخوابد و مادر طعامی لطیفتر و آراستتر را پیش فرزند می نهد و مبالغه زور می کند که شما این را تناول فرمایید، چون که برسته و بازار تردد دارید. دیگرها هر زمان در کنج خانه و دهلیز چیز می خورند. در این تقریر نیز مشارون الیه زنی پسر بود. زن در این حال اژدهای 1000 زبان گشته بود و از آن طعام انگوشت نیالاید و لب تر نکند. فلا بود ناچار بسری این خان دسترخوان غوغا و فغان برخاسته بود. پس مرد به غضب رود و اختیاری امور منزل کارهای خانه به قبضه زن نهد و مادر را به قهر بازوری نشاند. مادر می بیند که قسم او به کاسه می دهند، همچنان غوغا و شور می کند و عیش زن و فرزند تلخ گرداند تا وقتی که آفریدگار خدا کار آسان گرداند، یکی را یا هر دو را بردارد، بلکه هر 3 را. از صحیفه های 391 تا 397 نوادر الوقایی که فاند کتابخانه دولتی به نام فردوسی دوشنبه بوده، در آنجا با رقم 1409 قید شده است، فقره های علاهیده چیده گرفته شد. مؤلف بعد از آن که حقوق زن و مادر را موافق زمان خود و قاعده شریعت و عرف و عادت فی‌عدلی بیان می کند، باز به بالای مادرشوی آمده می گوید
مرد اگر بر ایذای مادر رود، باید که دایم در ایذای زن کوشد. حتی بسیار مادران به طلاق راضی‌اند و از غایتی حسد و رشک اگر مسیر باشند، یعنی مادرانی دارا باشند، همه اموال خود را صرف کنند تا فرزند این زن را طلاق دهد و زنی دیگر خواهد و همچنین به وی کند، یعنی مادر شوی به زنی نو و همچنین بعد از وی، تا 57 تغییر و تبدیل در امر نکاح فرزندان کردند. یعنی مادران که شنودیم و هیچ خصومت از این که گفتیم کم نشد، بلکه در هر مرتبه زیادتر گشت. بعد از آن مؤلف در بیان شرط خانه‌داری گذشته می گوید: پس شرط بود که مردی کد خدا شونده مادر ندارد و اگر دارد در ایال خود ندارد. مؤلف برای خانه‌دار شدن شرط‌های دیگر را هم مانندی درآمدی معین داشتن، خانه و جای داشتن و دیگرها را که در زمان فی‌ادلی بی اینها خانه‌داری و زندگانی کردن ممکن نبود می شمارد. و یکی از شرط‌هایی که در جانب عروس می ماند خویش و تباری ثروتمند نداشتنی اوست و در این باره می گوید مضموناً: روزگار بی تلخ و شور نمی شود و ممکن است که در بین زن و شوی نزاعی افتد. در این صورت خویشاوندان زن عیناً کف بر دهان آرند و دست و آستین برچینند و بر سری مرد گرد آیند و گویند: تو کیستی بدین مساخرت دامادی راضی و شاکر نباشی؟ به فرزندی ما یا به خواهری ما چنین و چنان گویی؟ بدین حال که داری چرا زن کردی و آبروی مردان به خاک ریختی؟ و چون اکثری مردم از این تحقیقات و تدقیقات که اشاره کردیم غافلند، به تعصب عصبیت با مرد افتند درفتند و روزگاری وی تیره گردانند، با آن که می دانند یا نمی دانند که خصومت زنان با مردان از شب و روز تجاوز نمی کند و به هر یک خار 1000 پدر و مادر و فرزندان را در طاق نسیان می نهند، فراموش می کنند. مؤلف درباره خانه‌داری مادر نداشتنی زن را نیز شرط می کند و اگر عروس مادر داشته باشد باید آن در خانه شوهری خود باشد، نه در خانه داماد، چون که به عقیده مؤلف مادر عروس مادری زن و ویرانی میان دختر و دامادش کوشش می کند و می گوید: هان حاضر باش که لباس شوهرت متعدد نشود و این کالا که داری منما که بفروشد و به بالای تو زن آورد و مگذار که از خانه بیرون بخسبد بخوابد تا شاهد محبوب آرد و من اشکن که به خلق رفت و آمد نکند که از آن بلا خیزد و مهمان آرد، اسراف کند و تو لب خشک بنشینی، یا طلاقت دهد که عریان آیی و از برای آن روزی که جدایی افتد ازدخار ذخیره کنی را لازم گیر که بر محبت مردان اعتماد نیست و الفت ایشان نه بر صدق و صداد راستی است. این تلقینات او مادری زن هم از آن محبت ذاتی و دعوی ناحق باشد که اثبات کرده، یعنی چنان که مادری فرزندی نرینه مادر شوی آن دعوی دارد و در مادینه یعنی مادر عروس همچنان که چون دختر از اوست شوهری دختر از او و غلامی او، مادری زن تا آنجا که دختر را ایرث میراث نرساند مباد که به شوهرش دهد. مؤلف در آخرتر این باب می گوید: بنای این مقدمات بر اکثر و اغلب اکثریت است، وگرنه در میان مردان باشند که در حبس و حسارت
در پلیدی و گمراهی از زنان بدتر باشند و زنان هستند که به عفت و طهارت در پاک دامنی از مردان بهتر. اگر مادر زن و مادر شوی از آنها از پاکانند، هیچ مکروه ناگواری نسبت به داماد عاید نشود مگر رفاهیت، فراوانی و عطوفت، مهربانی، و اگر بجز این باشند نیستند مگر بلای زمان و اژدهای کشاده دهان. لیکن به علت عدمی وقوف، به سبب واقف نبودن، به مقدمه‌ای که سابقاً اشاره کردیم، مردان گمان کردند که این همه بدیها از زن است، نه از مادر شوی و مادر زن. از این جهت است که جهلا، خاصه کسانی که زن ندارند یا دارند و مادر ندارند یا اینها در ایال در عائله ندارند، اعتراضاتی ناموجه بی اساس رسانند و گویند فلان زبونی زن است و محکومی مادر زن و به مادری خود آسی و عاق است. آخر زن چی قدر داشته که او را نزنند و یا نکشند یا ترک و طلاقش نگویند؟ ایشان ندانند که زن هم مثل ایشان نفسی دارد و خود را عدیل برابری مرد می پندارد. طلاق را شارع صاحب شریعت میزانی نهاده. با اغوای ناحقی مادر شو زن را نتوان رنجانید و در این باب عقاق و شقاق متصور نیست. یعنی اگر مادر طلب کند از فرزند که زنش را طلاق کند و او طلب را اجرا ننماید و مادر ناراضی شود، در این صورت فرزند عاق مادر نمی شود. همان کتاب از صحیفه های 398 تا 410 چیده گرفته شد. مؤلف درباره معامله مردان با زنانشان و به مسئله طلاق می گوید: اما آداب معاشرت با ایشان یکی خوی نیک با زنان پیش گرفتن است. معنی این آن بود که ایشان را نرنجاند و بر محالات، طلبهای از امکان بیرون و ناسپاسی، ناشکری آنها صبر کند و رنج ایشان بکشد و دیگر تا تواند طلاق نکند. وقتی که کار به گفتگو و جدال رسیده بود و وقاحت شتاهی زن از حد گذشته، مرد باید که در این حال هم از جان نرود، خودداری کند و به خشم و استخفاف بی حرمت کنی طلاق ندهد، بلکه به تلطف زبان خوش عذری آورد و اگر زن قبول نکند عذرش را، آنگاه به طلاقش گوید و اگر خود طالب فرقت جدایی باشد، اولا به هدیه دل زن خوش کند و عذری گوید که من ناگزیر از تو جدایی می طلبم بنابر مصلحت، تا زن ساکت شود، آنگاه افتراق جدایی جوید. مرد باید که سری زن با هیچ کس نگوید و ظاهر نکند که به چی عیب و علت طلاق می دهد. یکی را پرسیدند که زن را چرا طلاق می دهی؟ گفت سری زنی خیش آشکارا نتوان کرد. و چون طلاق داد گفتندش چرا زن را طلاق دادی؟ گفت مرا با زنی مردم چی کار تا حدیثی وی کنم، یعنی گپی وی را گویم. از همان کتاب از صحیفه 414 تا 419 چیده گرفته شد. احمد مخدوم در قسم دومی وصیت فرزندان نام باب نوادر الوقایع در باب کسب و پیشه ها گپ زدن خواسته، اول بر بالای درسخوانی و درسگویی می ایستد و در این خصوص از یادداشت‌ها و تأثیرات خود پارچه ها می آرد. من از علوم رسوم رسمی به قدر وقوف و عربیت، زبان عرب،
اکتفا نمودم و درس و تدریس و گرد آوردنی شاگردان را بالمره تماما کاری بودم، ناگوار می شمردم و به حال استادانی که پیش آنها تلمس می کردم درس می خواندم. ترحم می آوردم. رحمم می آمد که اینها را چی داعیه سبب بر این تشویش و غوغا راضی داشته. منافع دنیوی و اخروی ایشان را از کتاب ها می جستم. همه را در خسران، گمراهی و زیان می دیدم و در تشخیص معانی وعده ها که در فضیلت علم و اهل آن آمده است متردد می شدم. در شک می افتادم که العلم عز الدنیا و شرف الاخره، علم عزت دنیا و شرف آخرت است گفتند. مراد از این علم کدام علم باشد؟ جمع آمدنی مهملی چند نادان بی ادبانه و نافهمیده غوغا برداشتن و هر سری چند گاهی چند طبق مویز و حلوا و تنگکی از طالب علمی فقیر قشاق ستانند و با استاز دهند و وی به شادی و فرح در کیسه کند. استاز از بسیاری سخن کردن و حرف زدن دل مرده باشد و قوتی هاضمه و دندانها سوس شده به دندان شکستن نتواند و به خوردن هضم کردن. شب به جای خواب کتاب بیند و روز از پگاه تا بیگاه غوغا آرد و غلغله شنود و سیری بیرون و درون کردن نتواند و به طعام خوردن و حرکت کردن فرصت نیابد و در درون گنبزی فراخی وسیع درسخانه در سرما و گرما محبوس و مسجون زندانی باشد. چون عزمی خانه کند دو مهمل جلودار و کفش برداری ملاهای کلان صدرالدین عینی رکابش را بگیرند و هم اینانشان در جلوی اسبش بیدوند تا استاز از اسب نیفتد و گردنش نشکند. در این و ما یشابه آن مانند اینها چی عزت تحصیل توان کرد که بسی از اوانان ملیک سرهنگان پادشاه مانند اساس، میرشب و ایشیک آقاباشی در دواندن ابلهان در رکاب با این عزت حضرت دام الله شریکند. با ملازمت ابواب سلطان در بار پادشاه و ریزا به ظلم و عدوانی دشمنی با ستمی او شرف آخرت چی نوع دست دهد. مؤلف در اینجا درباره طلبگان مدرسه از پیغمبر حدیثی نقل می کند که مضمونش این است: کسی که غبارآلود گرداند قدمهایش را در طلب علم حرام محفوظ می گرداند، خدا جسدی او را از آتش دوزخ. مؤلف بعد از نقل اصل این حدیث می گوید غبارآلود گرداندن قدم در خواندن خطبه های کتاب و شب فسق و فساد کردن چگونه جسد را از آتش دوزخ محفوظ دارد. بالجمله خلاصه این اندیشه ها مرا از حفظ درس مانع می آمد. چون چشمی من بر ظاهر باز بود، همه اهل ظاهر را از مشایخ شیخ و ایشانها فریبگر می دیدم و علما را رشوتخوار. از همان کتاب از صحیفه 706 تا 711 چیده گرفته شد. احمدی دانش در رساله نظم تمدن و تعاون نام اثرش که در اولین نوادر الوقایع درج شده است، بی ترتیبی های دربار امیر بخارا را یگان یگان شمرده اصلاح آن را طلب می کند. به پادشاه
و به کدام منصبداران او وظیفه ها تعیین می کند. مثلا پادشاه را مخدور و خادم اهالی می شمارد و در این باره می گوید پادشاه فی الحقیقت مزدور و خادم فقراست، چنانکه اگر در قریه دیهی از غلبه دزدان و شریران بدکرداران خوف بود و مردم شخصی را به قراولی و نگاهبانی اتخاذ کنند گیرند و متصدی آب و نانش شوند تا شب را پاس دارد و بیدار نشیند و متصدی دفع خصم گردد. اینچنین رعایا رعیه ها که تفویض و تسلیم عشر و خراج و زکات به سلطان می کنند برای آن است که نگهبانی ما کن و آب ما را برسان و راههای ما را از اشرار راهزنان پاک دار تا ما را فراغت باشد و اگر تو فارغ نشینی با ما فراغت کجا دست دهد. پس کسی که متصدی مشغله جمعی باشد او را کجا جای آرامیش و آسایش تا به کبر و غرور پردازد. فی الحقیقت سلطان را از دولت آن مقدار حق است که ما یکفی سد رمق به قدری ضروری زندگی باشد و برمازاده بر آن و بر زیاده بر آن مالک نیست، از آن کسان است و از دیگران. از همان کتاب صحیفه 102. و در جای دیگری همین رساله درباره اهل دربار امیر می گوید جمعیت این طبقه در درگاه ملوک پادشاهان هم از آن است که ایشان از کمال کاهلی، تنبلی و کسالت سستی دیدند که از سرانجام هیچ کسب و کار بر نمی آیند و در گزارش پیشه ها از نقل جزوی اندک چاره نیست و آن عقل در ذات ایشان مفقود الاثر است، اثری عقل هم در آنها نیست. گمان کردند که نان موف در خدمت سلطان است، چون که خدمت سلطان منضبط نیست، بی ترتیب است و هر کس آنجا رود صاحب اسب و جامه خواهد شد و اسب را سوار شدن و به دارالاماره به درگاه امیر رفته سلام دادن را هر لایعقلی، هر بی عقل سرانجام تواند داد. یا همراهی مدعی دعواگر و مدعا علیه جوابگر به دیه برآمدن که قطع نزاع خصمین طرفین غالبا اکثر به واسطه امین و ارباب بود، کار صعب، سخت و دشوار نبود. دولت خواهی و جانسوزی این طبقه جاهل تا آنجاست که اگر شهر آتش گیرد و خانه ها برفتد سلطان از حرم سرای تفرس کند پی برد که در شهر غوغای افتاده بوی دود به مشام می رسد. عرض کنند که هیچ غایله فلاکتی نیست، کلالان آتش در خمدان نهادند و این شعله آنهاست. و اگر در شب حرامیان دزدان به حرم مسلمانان در روند و مالش بیبرند و خونها بریزند و بانگ بیداد مسموع سلطان شود، رسانند که هیچ باکی نیست، زنی با شوهر عربده کرده. شما گفتاری 97 رو از روی اثری نویسنده بزرگی تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقولov، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.